آماده شین با هم از قشم بریم جزیره هنگام. حدوداً 50 کیلومتر فاصله است. اینجا رسیدیم به اسکله کندالو. باید بلیط بگیریم و با قایق بریم جزیره هنگام. اینجا ورودی هم یه آقا نشسته بود برامون موسیقی سنتی میزد. فکر کنم اسمش تنبک، حالا نمیدونم. بعد اینجا هم دیگه پر از قایق بود. هر لحظه که میرسیدیم فقط کافی بود فوری بلیط بگیری، هزینه رو پرداخت کنی، سوار قایق بشی. اینجا ما یه قایق اختصاصی گرفتیم که فرقی اصلا نداشت با قایقای معمولی و اینکه سوار شدیم. تو مسیرم میوه‌های استوایی گرفتیم، جاتون خالی، خیلی خوشمزه بود. و ناخدامون هم یه مرد خیلی خوش اخلاق بود که کلی راهنماییمون کرد چیکار کنیم تو این سفر بهمون خوش بگذره. ولی متاسفانه ما هرچی تلاش کردیم، هرچی دور زدیم، هیچ دلفینی ندیدیم. گفتن مثل اینکه هوا ابریه و دلفینا نمیان بالا. اینم از شانس ما بود. ولی در عوض رفتیم خود جزیره رو دیدیم. یه جزیره خیلی کوچیک و ساده و قشنگ. اینجا در حینی که نشسته بودم یه لحظه باد اومد کلامو برد انداخت تو دریا. ناخدا دور زد، بچه‌ها کلامو برداشتن و کلی هم خندیدیم بابت این موضوع. اینجا بچه‌ها سوت می‌زدن که دلفینا بیان بالا. خب بعد از کلی قایق سواری و ندیدن دلفینا حرکت کردیم سمت روستای زیبای هنگام که یه روستای خیلی کوچیک و باصفا بود که یه بازارچه سنتی هم داشت که اکثر وسایلش کار دست خانمای اون منطقه بود و اکثر وسایل‌ها با صدف و اینا درست شده بود و همشون کار دست بود. در کنار این وسایل لباس هم میفروختن، لباسای سنتی و ساحلی. یه چند تا رستوران سنتی خیلی کوچیک هم داشتن که فضاشون خیلی قشنگ بود، ولی ما غذاشون رو تست نکردیم. خلاصه گفتم فیلم بگیرم شما هم ببینید فضای داخل رستورانشون. و انواع ترشی و ادویه‌های مایی و غذاهای دیگه هم داشتن. اینجا هم یه دختر خانومی داشت سمبوسه ماهی و میگو درست میکرد برای فروش و کلی هم میگفتن سمبوساش خیلی خیلی خوشمزه است، ولی من میل نداشتم، تست نکردم. اینجا هم یه خانومی داشت گردنبند درست میکرد با صدف و اینکه مثل اینکه خیلی کار سخت و ظریف کاریه. خب دیگه اینم ولاگ پایان جزیره هنگام و در آخر که سوار قایق شدیم برگردیم ناخدا گفت بذارید آکواریوم و ماهی هم ببرمتون. یه قسمت از دریا بود که خیلی تمیز بود و ماهی‌ها به صورت واضح و قشنگ دیده میشد. حتما این پست لایک کنید و اینکه امیدوارم به زودی برید جزیره هنگام و لذت ببرید از این همه زیبایی.